سلام رفقا، وقت همگی بخیر. بچه‌ای که پاترول یا نیسان دارین، اگه محک دندتون اینجوری شلووله لق میزنه، این دنده تهش یه همچین پلاستیکی داره از جنس تفلونه. وقتی این خراب میشه این ولا سرش میاد. حالا میریم برای عوض کردنش. اینو باز میکنیم. اگه یکم سفت بود جای چکش داره، یه قلم میذاری چند تا چکش میزنین باز میشه. خب در میاریم، اینو هم در میاریم. خب داره. خب من چند دقیقه ویدیو رو قطع میکنم. بچه من محک رو در آوردم. پلاستیکی که مونده داخل گیربکس چه بلایی سرش اومده. این در واقع این بوده. اینم اینجوری میره ته محک، قفل میشه. محک کجا میزنیم؟ حالا برای جا زدنش من فیلمشو ادامه فیلم میذارمش. خب توی ادامه کار این قطعه رو میذاریم روی محک دنده. محک دنده رو اگه وسایل اجازه بده خیلی قشنگ میره سر جای خودش. خب یه خار داشتیم، این خار رو جا میزنیم. خب ای بابا کنسول وسط اجازه نمیده. مهرش رو میندازیم و برای بستن این اینو هم تهش باز یه قلم چکش میذارین سر این سوراخ‌ها، 2-3 تا ضربه میزنین. این دنده دیگه الان تو دنده است، تکون اضافی نداره، لق نیست، سراغ لق نمیزنه.